کی انگلیسی بلده؟ شما بلد نیستین خیلی متوسط و شما بلد هستین تقریبا. خب موضوعمون آموزشه. یه چیزایی که خیلی لازمه مثلا ماها بلد باشیم تقریبا در زبان انگلیسی، مثلا در سفر، اونها رو به ایشون بگین که ایشون تکرار کن. به صورت انگلیسی منظورتونه؟ بله در مورد سفر که شما باید بلد باشید که اینکه مکان‌ها رو باید بشناسید، لوکیشن، لوکال اکسکیوز می، لوکال هستش که یک منطقه هستش که ما بشناسید، بعد جغرافیه and language، speak language، صحبت yes a little من بگم خدمتتون که مومنت پلیز. نه واقعا نیاز هست که شما آموزش بدید. شما بگین که مثلا این مثلا ببخشید این هتل کجاست، شما انگلیسی جواب بدین این هتل کجاست. آیس کوئسچن من سوال کنم؟ نه ایشون پرسیده کوئسچن از ایشونه. which hotel which one hotel آموزش بدین. yes your question ask me where is hotel. Yes I گفتش که yes یعنی خیالت راحت. خب for example hotel Mashhad is a street مفتح under لانگ چی؟ طولانیه. What's the meaning of line? Line means of? Line? What's the meaning of line? غیر قابل پخشه؟ چی میخوای بگی مگه؟ خب اینجا بگو. آها خب اونایی که فکر میکنن ایشون بهتر بودن دست